درس قرآن، پیرو راه شریعت اهل ایمان، پیرو قرآن و سنت دوستدار احمد است. پیرو قرآن و سنت دوستداری احمد است. راهروان راه دین، مرد مسلمان. ای خوش آن شخصی که از قرآن دلش روشن شود، بر دل تاریک ما خورشید تابان. زنده باد حامی دین هر که باشد، ناصرش باشد خدا. حامی دین هر که باشد، ناصرش باشد خدا. گردن طاغوت را شمشیر بران، گردن طاغوت را شمشیر بران. زنده باد. یک کهکشان سپاس و متشکریم از صدای زیبای فارس ابن نثار احمد که با تلاوت زیبا و دلنشینشان برنامه ما را مزین نمودند.